به پیشواز فاتح امینزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه تیمور ملیک در مراسم افتتاح یک داروخانه و یک داروخانه بیطاری در شهرک کنگورد در عرفه زمستان دخترکان را با لباسهای تنک برآورده قطار کرده اند. در حال امینزاده و همراهانش با پالتوهای گرم با کر و فر روبروی دختران ایستادند که بیچاره ها در سرما صف کشیده در وصف این مغمبرها شعر میخوانند. در عکسی که از رفت این پیشواز عکاسی شده است دیده می شود که کرته های بعضی دخترکان با وجود هوای سرد آستین کوتاه است. فاتح امینزاده حالا اجرا کننده رئیس تا به حال امر به وظیفه نشده است. تنها اجرا کننده دلش اینقدر هنگامه میکشد. تا این حد موج عزت طلبیش تلاطم کرده است که حالا رئیس نشده در دوام 9 روز آخر 2 مراتبه به پیشوازش دخترکان را با لباس تنک صف کشانده اند. روز 19 نوامبر در مراسم افتتاحی دروازه ناحیه تیمور ملیک نیز فاتح امینزاده و دیگر راهبران محلی را که با لباسهای گرم زمستان رفته بودند دخترکان با لباسهای تنک دخت تابستانه اطلس و ادرس به پیشواز آنها برآمده بودند. این گونه دخترکان را نیمه اوریان به پیشواز کلانها در سرمای زمستان برآوردن بار اول نیست. به پیشواز کلانهای حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان حتی در سرما در تگ برف و باران دخترکان را با دخت لباس تابستانه با کرته های اطلس و ادرس چندین بار برآورده اند. بیمار و بیهوش شده افتادن و حتی این پیشواز رئیس جمهور به بیمارخانه انتقال یافتنها رسانه‌ای شده است. چندین بار از پی این گونه پیشوازهای جاهلانه و نامناسب به فرهنگ مردم غیور تاجیک خود امامعلی رحمان طلب کرده بود که تشکیل چنین پیشوازگیری های پرخرج و پردبدبه را نکنند. ماه ینوری سال جاری به پیشواز رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت ضمن سفرش به پنجکند همین گونه دخترکان را با لباس تنک در قعر زمستان صف کشانده برآورده بودند. احمدزاده در مراسم افتتاح یک کارخانه در سر تلپک و در تن پالتوی غفص ولی دخترکان نورس که برای پیشواز او برآمده اند در تنها یک کرته اطلسی آن هم آستینهایش کوتاه پوشیدگی ایستاده بودند. این عزت طلبی و تنتکی از کلان جمهوری به کلان ولایت و اکنون امروز به کلانچه یک ناحیه سرایت کرده است. اما از چی باشد که رئیسان ولایت و ناحیه ها سرکشانه برای به پیشواز برآوردن دختران تنک پوشیده مسابقه میکنند؟ اگر همین احمقی تاب دل خودی امامعلی رحمان نمی بود و از تنتک بودن ننگ می داشت در حال کدام مسئولی که به این بیناموسی راه میداد به جوابگری میکشید و جزا میداد. تمام و سلام. این عمل ننگین دیگر تکرار نمیشد و اکنون این بیماری تنتکی به زیر دستانش رئیسان ولایت و حکومت های ناحیه ها سرایت نمیکرد. ببینید رئیس جمهور طلب میکند که این طرز پیشوازگیری را حتی برای خودش نکنند، اما رئیسچه ها آرزو میشکنند و یک خودشان را در جای جنابشان تصور میکنند. اینجا میخواستم بپرسم که چرا باید محض دخترکان نورس رئیس جمهور و مهمانانش و رئیسچه هایش را پیشواز گیرند؟ مگر پسر بچه ها یا خوانندگان مکتب های کدیتی پیشواز گیرند نمی شود؟ چرا در سرما محض باید نیمه اوریان با لباس تنک تابستانه باشند؟ علت چیست که نباید موافق باد و هوا لباس پوشند؟ چرا خودی مسئولین به خود روا نمی بینند که در چنین مراسم ها در سرما با لباس تنک بیایند؟ ببینیم فعالان شبکه های اجتماعی و کارشناسان به این سوال های مطرح کرده ما
چه پاسخی دارند؟ اصلا چرا باید رئیس جمهور و رئیسان در داخل کشور پیشواز گرفته شوند؟ واقعا هم هنوزم سوال هست برای من. ببینید در هر کشور دیگر هم وقتی نمایندگانی کشورهای دیگر می روند یا عموما از این منطقه به اون منطقه سفر میکنند، هیچ وقت هیچ کسی رو پیشواز نگرفته است و نخواهد گرفت، و اگر پیشواز هم گرفت تنها با نشان اعتراض و یا تظاهرات که این کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان امروز برگزار میکنند فرق دارد. من از اول همیشه ضد چنین مراسم بودم و متاسفانه باید بگویم که در ما این فرهنگی که زنان باید پیشواز بگیرند یا که زنان باید آرام باشند، زنان باید خود را آرام بدهند، تاجیکانه رفتار کنند به قبل در ناخنک، اینا رو در مکتب و دانشگاه می آموزند. متاسفانه هنوز من خیلی خوب در یاد دارم که آموزگارانی داشتیم که خیلی کوشش میکرد برای ما آداب نشان بدهد، که اصلا برای من سوال بود که چرا برای دختران بیشتر تاکید بالای آدابشون میکنند نه بالای دانش و جسارتشان. این یک. دوم اینکه اصلا من نمیفهمم چرا باید ما مطرح کنیم که با چه لباس میبرایند. این اصلا برای ما حتی موضوع مورد بحث نمیتواند باشد، چون که دختران اصلا نباید اونجا روند و پیشواز بگیرند. این هست سوال. و من فکر میکنم که حتی میتوانم فرض کردم اگر این سوال این خیلی مطرح کنیم از دیدگاه شما که اگر یعنی در فصل سرما لباس های سرما پوشند، پالتو پوشند، شپکه داشته باشند، این برای شما میتواند خیلی خوب باشد، که اما من فکر میکنم هنوزم بد هست. یعنی مهم آن نیست که در تن دختر چه هست، مهم آن نیست که فصل سرما هست یا تابستان هست یا بهار، مهم آن است که این دختران باید اونجا برده نشوند. این هست سوال مطرح. و من اصلا فکر میکنم که دیگر باید دختران ما خودشان آهسته به اون سمت بروند که این کارشون درست نیست و آهسته برای نگفتن خود رو آماده کنند. من اصلا خیلی متاسفم که در جامعه ما هنوزم دختران رو فقط برای راضی بودن تربیت میکنند، چی در مکتب باشد چی در دانشگاه. تکرار شود هم میگویم که در ما فرض کردیم هم در مکتب هم در دانشگاه معلمان بیشتر توجه بالای آن میکردند که دختر با آداب باشد و با آدابی دختر با بلند نکردن صدایش، با اعتراض بیان نکردن، نمیدونم با بحث نکردن بیان میشد، نه اینکه با دانشش. من از این خیلی نگران بودم و هستم و فکر میکنم که دیگر امروز مرحله فرا رسید که دختران ما خودشون باید نگویند و برای این ما باید یک راهی رو پیدا کنیم. من این رو همچون یک شهروند اولا محکوم میکنم، چون این مخالف معیارهای یک جامعه دموکراتی است. در یک جامعه دموکراتی نباید این گونه اتفاقا بیفتد. این یک. دوم، این اتفاق در ناحیه تیمورملک شهرک کنگور افتاده است. واقعا آشکارا نقض کردن حقوق زن مخصوصا نابالغ است. واقعا ما باید جامعه شهروندی، حقوقدانها، کمیته های مربوط به زنها باید واقعا شدیداً به این چیز برخورد کرده شود تا از حقوق زنها مخصوصا نابالغان این گونه استفاده نشود. در هوای سر با لباسی تابستانه چند ساعت نگاه داشتنی بیچاره این دخترکا، این واقعا پایمال کردن حقوق زن است. واقعا جدی باید برخورد کرد، باید به نهادهای مربوطه شکایت کرده شود و دقیقاً هم این گونه جلب کردن اجباری است، یا برای دانشجو یا خارج کردن از دانشگاه برای طلبه به نماندن بها. این گونه تهدیدها میشوند و اینا مجبور هستند که اطاعت کنند و در این هوای سر مخصوصا با لباس‌های تابستانه. اصلا جلب زنها در هر گونه کار این گونه فرهنگی که دانشجو یا طلبه مکتب خودش غیر قانونی محسوب میشود. اما در تاجیکستان ما میدونیم که هیچ کس این چیزی رو اهمیت نمیده و میگویند که اختیاری است. اما دقیقاً من اصلا مطمئن هستم که این کارا اختیاری نیست و مجبور است باید شدیداً برخورد شود با این گونه عامل‌ها که حقوق زن‌ها مخصوصا نابالغ‌ها پایمال می‌شود. باید نگفته نماند که سر و صدا و اظهار نارضایتی به این گونه عملی بی‌ناموسانه در شبکه‌های اجتماعی کم نبودند. صدها نفر این عمل ننگین را محکوم کردند و ضدیت خود را بیان نمودند.
امید داریم مسئولین منبع چشم گوش واقعیت بین خود را تبابت میکنند و با دست کشیدن از این بی‌ناموسی یک ملت را نیز از این ننگ نجات بدهند.